مرکز مطبوعات آگنتی ضد مواد مخدر تاجیکستان روز 27 مای خبر داد که روز 21 مای در نزد فرودگاه خوجند از جامدان مسرور محمودوف ساکن 39 ساله دوشنبه که میخواست به مسکو پرواز کند قریب 4 کیلو هیروئین پیدا کردند. آگنتی میگوید محمودوف در درون جامدانش به طور استاکارانه مخفیگاه ساخته بود. هنگام کوفتوکوف شخصی معاین کرده شد که در داخل جامدان با خود داشته محمودوف مسرور مخفیگاه مخصوص به طور استاکارانه ساخته شده در داخل آن یک عدد بسته سلفانی اسکاچ بوی مخصوص داشته جایگیر کرده شده است. همچنین از کیسه راست شیم در تن محمودوف بوده یک عدد بسته‌چه سلفانی دارای مواد کلوخچه مانند زردچتاب بوی مخصوص داشته دریافت گردید. معاین کرده شد که موادهای از محمودوف مسرور مصادره گردیده واسطه نشأه‌دار نو گیرئین بوده وزن عمومی آن 3 کیلو و 860 گرم را تشکیل می نماید. گفته می شود در اطلاع مرکز مطبوعات آگنتی. بنا به این منبع در رفت پرسش محمودوف مسرور اعتراف کرده است که می خواست مواد نشأه‌دار را توسط خط سیر هوایی دوشنبه خوجند مسکو با مقصد فروش به پایتخت روسیه انتقال دهد. در رابطه با این نسبت به محمودوف مسرور بر اساس قسم 4 ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام معاملات غیر قانونی با مواد مخدر با مقدار مخصوصا زیاد پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. با او بر اساس ماده 200 همچون جزا از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. بنا به حسابها هر سال در تاجیکستان 100 نفر با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم به سالهای طولانی زندان میشوند. حالا در زندانهای روسیه نیز تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان با جرم قاچاق مواد مخدر ادای حکم میکنند.